امروز 7 آبان ماه 1404 در خدمت سرکار خانم ثریا مچ همکلاسی و همدانش به و فرمانده لیلی هستیم. اومدیم چالوس که بعد راه بیفتیم به سوی لایجان عزیز و دارن چه کار میکنن، باید از خودشون بپرسیم مشغول چه کاری هستن. هرس میکنن بسیار عالی. ما هم براشون چیز میبریم. ما اینم یه ذره ما بیایم دیگه تو خیلی گربه خیلی کم راه افتاده، ولش کنه. سلام علیکم. سلام علیکم خانم. من سلام علیکم. دست شما درد نکنه از این مهمان نوازیتون، بسیار عالیه، خیلی داره خوش میگذره. شده که همیشه سلامت باشیم، پابرجا در کنار خانواده. قربون. مشغولی چی کاری هستی خانم؟ من دارم هرس میکنم، دلم میسوزه اینطوری اینا. آره والا. سمپاشی داره، احتیاج به هرس کردن داره و شما نمیرسیم. آره متاسفانه اینم راست میگی، ولی به دولت سرای شما نمیرسه. نه نمیرسیم. آره میدونم. نه ما اومدیم اینجا مزاحم شما شدیم و از اون جای خوبی بود، خیلی زیبا و روز خوب و یادگاری. نه بابا اینم قدیمیه دیگه. میدونیم حالا واسه اون سمپاش رو زنگ بزنم بگم بیاد یه دونه یه کاری هم بکنه دیگه. فکر میکنم الان دیگه وقتش نیست، چون اون پرتقاله داره میرسه، اون سما میره داخلی. پس چی دیگه؟ آره باید قبل میکردیم و بعد از کندن. بسیار بعد از که میشیرین حتما سمپاشی کنم. من فکر کنم این با اطلاعات کوچولویی که از باغبونی دارم، بله اینا رو باید سرزنی کنیم. بسیار میگن سرزنی که اینا رو سرشو میزنن، بعد سال دیگه رشد بهتری میکنه. با امید خدا. خیلی متشکریم. 120 سال سلامت باشین و استفاده شو ببرین. قربان. تو تصویر بیافتیم. بله. لیلی جون کجا رفت؟ رفت بالا. بسیاره. انشالله دیشب خوب خوابیده. عالی. قربان شما. خواهش میکنم. در خدمتیم.